سلام به ویدیو دیگه خیلی خوش اومده. جدید از بابیم که من آرشم. برای منتظر مطمئن چنل رو دنبال میکنید، ویدیو واسهتون به اشتراک بزنید، قلب خوشگلی بزنید، هم تصویر قرمز کنید، لایک میکنید، نظر انتقاد پیشنهاد حرف حدیث هر چه دلتون میخواد توی کامنت حتما به من میگید. همونطور که میدونید مدرسه آنلاین شده و یه سوتیوی معلم‌ها میدن یا بچه‌ها میدن یا یه ریمیکسای از این سوتیا درست کردن که خیلی فان و بامزه و جذابه. میریم با هم ببینیم، امیدوارم که خوشتون بیاد. حتما ادامه این ویدیو رو از دست ندید. بزنید. سلام بچه ها، ببینید توی خاک بر سره. سلام بچه ها، ببینید توی خاک بر سره. میگه سلام بچه ها، پسرش از اون پشت میگه من هست. معلم عزیز، این وایس که میگیرین بکشین سویچ کنین این بر پاک میشه وایسه، نمیخواد حتما وایس رو ارسال کنین، میتونین پاکش کنین، در جریان باشین. چون یه ایرادی که دنیای مجازی داره میدونین چیه؟ من بد و بیرون فوش نمیتونم بهتون بدم، دارم خفه میشم. باقری کلمه جواب بده، رو اعصاب من شیرجه نزن باقری. نرگس صدای بیست خیلی ضعیفه، دوباره برام 20 بگیر، من اصلا نمیشنوم. 60 نشون میدی. 60 این چی؟ با دهنم رو باز نکن. میگه صدای بیست خیلی ضعیفه. استاد اون وایسه، ویس نیست، وایس. حالا بماند که دستتون در نکنید، دارین دستتون در نکنید، دارین زحمت بکشین. همین که یه ذرم بلد شدین با واتساپ کار کنید، بچه ها درس میدین، خیلی خودش خوبه، ولی دیگه نمیشه نخنده. خب خانم اسمای اشاره کدوم بود؟ ریمیکسه. اولائک ذالک اولائک تلک اولائک خزان خاطینه اولائک خزان خاطینه. اسمای اشاره کدوم بود؟ چرا اینجا انقدر ساکته؟ چرا اینجا انقدر ساکته؟ افعل و فولا نانای اصغر و صغرا نانای اکبر و کبرا اکبر و کبرا. نیم رو درست کنم، نیم رو برمیگردم، نیم رو درست کنم، نانای برمیگردم. اینا همه رو میگن اسم. دست سازنده ریمیکس درد نکنه، پرفکت. یعنی میدونم همتون پشت این ویدیو با من نشسته داشتن غیر میدادید. خیلی فوق العاده بود ریمیکسش، نایس من. بری بعدی. در طول یک دوره از جدول پشمام خورشیدی پشماتو اپیلاسیون کن. چه طرز حرف زدن پشمام؟ سر کلاس میگی پشمام؟ من جلوی مامان بابام پشمام نمیگم، جلوی سر کلاس. بعد معلمم خیلی جواب دندون شکنی بهش داد، گفت پشماتو اپیلاسیون کن. خورشیدی اگه صدای منو میشنوی برو اپیلاسیون کن. دخترم من الان نمیدونم 2 قلب یعنی نام خانوادگیت قلب تو قلبه. عزیزم نام خانوادگیتون رو بذارین درستش کن. الان شما کی هستی؟ قلب تو قلب. ای دختر صحرا کجایی؟ نیلوفر. دهنه معلم سرویس. ای دختر صحرا نیلوفر، آی نیلوفر، وای نیلوفر، در خلوتم با زار نیلوفر، وای نیلوفر، آی نیلوفر. صبحتون بخیر دخترای من. نمیدونم ویس میاد یا نه. همه به من گوش میدن. یک بار دیگه فقط یک نفر خارج از آنچه که من ازتون خواستم پیام بذارید و اظهار نظر بکنید. من از مدرسه میخوام شما رو از گروه من لفت بده. من از مدرسه میخوام شما رو از گروه من لفت بده. حالا کاری نداریم این که میخواستی کم با کلاس صحبت کنی، بعد
جمله های قلمبه سلمبه هم توش به کار بردیم به کنار. من از مدرسه میخوام شما رو از گروه من لفت بده. به من چی؟ داداش میخواسته بگیم حالا مال خیلی دوست دارم، عشق من، نفس من دوست دارم، لک داری لای خیلی معلم پشمام. اینا گودزیلای دهه 90 ها. خانم عشق منی، نفس منی، لایک دارید. اما از اونجایی که من از همسنه بودم یه معلمی داشتیم سیبیلاش از الان من پرپشتر بود، یعنی بهش میگفتیم باله چشت ابروی تو گوش ما خوابونده بود. لایک داری؟ من همسنه لایک نمیسم چیه؟ چیزی به توی لبام کدش کنم. من قرآن خب عمقه ها قرآن رو درس میخوندم، اما عمقه ها قبلش میخوندم اما دیگه عمقه ها نمیخوندم، اما دیگه خودکارم شکسته خانم معلم. کتابم مامانم برده خونه، من نمیتونم مشق بخونم، چیکار کنم خانم معلم جون؟ فقط ناراحت نشو، عصبانی نشو، پیر میشی یا خدا سکته میکنی. خیلی باحاله. یه همه قربون صدقه رفت بعد میگه ناراحت نشی یا هرس نخوری یا پیر میشی. اصلا چه دل رحیمی دارن این گودزیلای دهه 90. پیر نشو غلطی. این فکر کنم رو لوپ گیر کرده، از 40 شروع میکنه میره تا 59 دوباره هر 40. این حافظه بکنم قبل 40 و بعد 59 شو پاک کردن، فقط تو همین مثلا میتونه بشماره، باقیش پاک شد. خب خانم سلام، من خواستم برای شما آزمایش دوم انجام. ما میتونیم فلفل رو با فو دویدن و پنکیک انجام بدیم. خب خدا نگهدار. پس توضیحات؟ چه توضیحات؟ دارم فیلم ازت میگیرم آدم با شو میگرم گفتم در جریان هوا پدر چقدر عصبانی بود مامانش، چقدر عصبانی بود. البته دخترم بی تربیت بازی در برده، ولی مامانه خیلی عصبانی بود. میگه گفتم در جریان هوا پدر. ممنون که در اینجا ویدیو رو تماشا کردید. حتما لایک بهتون نره، قلب خوشگل زیر همین تصویر قرمز کنید. میدونم کامنت ها رو دارین منفجر میکنید، همین الان برو پایین کامنت بذار. شاکر همتونم. نظر انتقاد پیشنهادی هر عزیزم دارید حتما تو کامنت با هم بگید. سوالی هم دارید این اینستاگرام در خدمتتون هستم، هر سوال داشتید میتونید دایرکت ازم بپرسید. اینستاگرام منم مطمئنم که فالو کردید، اونجا استوریای خیلی فان و بامزه‌ای دارم. و تا ویدیو دیگه خدا یار نگهدارتون.